نشخه سوم مزه‌دارشون کن جونی. نه جون بخورم من بی دوست تربیت دارم. نباش بابا، بذار به رسم و رسوم میزبانهای مهربون مورد احتراممون احترام بورزیم. نظرتون چیه شب عزیز جشن میگیریم؟ من یه آب میوه غیر ساده تو فلاسکم دارم، میخواین بخورین؟ اگه خیلی دوستش داری از تو جیبم برش دار. خب برش دار دیگه. با کمال میل عروس خانم. ایشون سفیر افتخاری سرکار خانم تیابینی هستن. شما با من بیرم. خیلی خوب از تو جیبم پذیرایی کن. مرامتون اخشه. گمونم شاید یه دنیای دیگه باشه که توش آزارتون کنم برین و بتونیم با هم دوست باشیم. شما داتیا هر دوتاتون بخورین. به من چی گفتی؟ گمونم به ما گفت داتی اسلیم. نواسم چی شکاری میخواد؟ ما هم میدونستم همه شما سلطنت یا سر یا کرباسیم. فکر میکنیم ما همگی یه مش داتی ساده لاب پشت کوی جاهل از همه جا بیخبریم. خب من به تو میگم ما چه میدونیم؟ منم نمیدونم چی میدونیم. ما میدونیم قراره به خورد هیولای مردب بدیمشون، چون میدونیم هیولای مردب جواب نه کسی قبول نمیکنه. وقتی که اصلا انتظارشون نداریم میاد به چه نش گم شده بخونتون بازی کن.